با سلام دوستان عزیز، به کانال آلمانی با سامی خوش اومدید. در این درس میخوایم ما در رابطه با آکوزاتیو و نیز صرف دو فعل اسن و کومن واسهتون توضیح بدیم. دوستان عزیز، ما را تو ساخت این برنامه ها همیاری کنید و با لایک ها و کامنتاتون ما رو خوشحال بکنید. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم ازتون خواهش میکنم که دکمه سابسکرایب یا همون آبونیغن آلمانی و یا همون دکمه عضویت رو بفشارید و زنگوله کنارش هم بزنید تا بتونه برنامه ها به آسونی براتون منتقل بشه و شما رو آگاه بکنه با برنامه های جدید. ممنون. خب حالا ادامه میدیم. توی انگلیسی میگیم he likes Sami، او دوست داره سامی را، و از اون طرف هم میتونیم بگیم سامی likes him، یعنی سامی دوست داره او را. حالا اینجا چی شده؟ او عوض میشه به او را، یعنی هی به هیم، زیرا یه قسمت از نقشیه که تو جمله بازی میکنه. آلمانی هم شبیه همچین چیزیه، اما باید با یه سری کلمات گم شده مانند ein و der که در دروس قبلی گفتیم اینا چی هن؟ unbestimmte آرتیکل و bestimmte آرتیکل. حالا اولین موردی که میخوایم اینجا مورد بررسی قرار بدیم ترکیب آکوزاتیفه. حالا به جدول زیر نگاه کنید و در موردش توضیح بدیم بهتون. خب اینجا روبرو هستیم با دو تا مثال. یه دونش هست بالایی der Apfel bestimmte آرتیکل داره der، و ein Apfel یعنی یک سیب unbestimmte آرتیکل. حالا به اینا تبدیل کرده جفتشون رو به آکوزاتیو که توی der Apfel der تبدیل شده به den و پایین ein Apfel ein تبدیل شده به einen. حالا مثال رو میبینیم ich habe den Apfel، من دارم سیب، و تو پایینی گفته ich esse einen Apfel، من میخورم یک سیب. بالای یه سیب خالی، پایینی یک سیبه. خب وقتی که توی آکوزاتیو میره der تبدیل میشه به den، ein تبدیل میشه به einen. حالا چرا این میشه؟ چون که توی آکوزاتیو ما میتونیم بپرسیم که چه چیزی را، اپفل را، سیب را. خب توی پایینی هم میگه چه چیزی شما میخورید؟ میگید که من یک سیب میخورم. این میشه ترکیبش. حالا اگه به این جدول توجه بکنید میبینید که طبق این جدول که مشاهده میکنیم همه چی تغییر نکرده، فقط قسمت ماسکولینش که همون مذکره تغییر کرده و قسمت های فمینین و نوتوغالش مؤنث و خنثاش ثابت مونده. بس توی بالا ده شده دن و این شده اینن. تو قسمت های پایین دی، اینه، دست، این کاملا همون ترکیب رو خواهد گرفت تو قسمت آکوزاتیو. خب حالا میرسیم به صرف افعال که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم که برای صرف افعال آخر این افعال تغییر پیدا میکنه. مثلا فعل اصلی ترینکن اینجا تبدیل شده به ترینکه، ایش ترینکه، دو ترینکست، sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. من می نوشم، تو می نوشی، sie es یعنی او می نوشد، wir trinken یعنی ما می نوشیم، ihr trinkt یعنی شما می نوشید، sie trinken یعنی آنها می نوشند. خب بس ببینید آخراش همه فرق کرد. حالا میریم به چند تا مثال نگاه میکنیم. اولین مثال هست دو ترینکس میلش، تو آب می نوشی. ihr trinks Wasser، شماها آب می نوشید. wir trinken Wasser، ما آب می نوشیم. die Männer trinken Wasser. حالا به صرف فعل کومن می پردازیم. خب اول ما میایم فاعلا رو می نویسیم مثل ich، du، er، sie، es، wir، ihr،
زی. حالا میایم صرف میکنیم. Ich komme. Du kommst. Sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. معنیاش هم که به این صورته. Ich komme من آمدم. Du kommst تو میای. Sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. خب حالا با توجه به این دوتا جمله ما میخوایم اینجا یه چیزی رو یاد بگیریم که سوالی چجوری بکنیم. حالا به مثال توجه کنید. Du kommst aus Deutschland میگه که تو اهل آلمانی. بعد تو قسمت دوم اومده چی سوالیش کرده. حالا میخواد بپرسه میگه آیا اهل دویچلند هستی یا آلمان هستی؟ میگه kommst du aus Deutschland. خب چه تفاوتی کرده نگاه بکنید. kommst که تو قسمت دوم قرار گرفته آورده تو اول جمله و فاعل رو برده تو قسمت دوم جمله، یعنی جابجاش کرده و به این صورت ما میتونیم یک جمله پرسشی بسازیم. خب دوستان حالا یه فعل دیگه یاد میگیریم به نام اسن. اسن یعنی خوردن، ولی اگه همین که اول کلمه قرار گرفته با حروف بزرگ نوشته بشه میشه غذا. حالا میخوایم اینو صرف بکنیم. اول از ایش شروع میکنیم. ایش اسه. دو ایست من میخورم تو میخوری. ببینید دو ایست ایست توی اسن کاملا به یه شکل دیگه در اومده. ایست زی ایست اس ایست. وی اسن ای است زی اسن. من میخورم تو میخوری او میخورد ما میخوریم شما میخورید و آنها میخورند. پس این میشه فرمت های صرف فعلش. خب حالا میخوایم تو این جدول یه چیزی رو بهتون یاد بدیم. ببینید ما یه ایست داشتیم که توی صرف فعل ازی اس میگفتیم ایست، ولی ما یه ایست هم داریم که اصلا خوردن نیست، یعنی که هست، یعنی است. مثل چی؟ اس ایست یعنی چی؟ اون هست. حالا اینجا ما نباید اینو قاطی بکنیم با هم دیگه. میخوایم تفاوتش رو ببینیم. چه جوری؟ با این مثال. بالا گفته ایست هنس یعنی چی؟ یعنی اون هنسه. ولی اونور گفته ایست هنس یعنی چی؟ اون میخوره هنسو. حالا اینجا پایینش گفته ایست زوپه یعنی که اون میخوره سوپ. ایست زوپه یعنی چی؟ یعنی اون سوپ هست. خب حالا دو کلمه دیگر رو مد نظر قرار میدیم به نام هونگا دورست. یعنی چی؟ هونگا یعنی گرسنه و دورست یعنی تشنه. حالا چرا این دوتا رو گفتیم؟ به خاطر اینکه ما تو فارسی میگیم که من گرسنه هستم. خب دقیقاً اینو نباید ترجمه کنیم. تو انگلیسی هم اینطور نیستش. مثلا اگه بخوایم بگم من گرسنه هستم نباید بگم که ich bin Hunger. این کلاً غلطه. ولی خب چرا میگن ich bin hungrig نه هونگا؟ وقتی که بخوایم هونگا بگیم باید بگیم ich habe Hunger. و مثلا توی تشنگی هم چی میگیم؟ میگیم ich bin durstig. یا این که میگیم چی؟ ich habe Durst یعنی چی؟ یعنی من تشنه هستم. بس یادتون نره ich habe Durst, ich bin durstig, ich habe Hunger, ich bin hungrig. این میشه فرمتش که خیلی اشتباه میکنن این موضوع رو. خب دوستان عزیز برنامه ما اینجا به پایان رسید. روزگارتون خوش.